اگر میخوای خارج از شهر یه تیکه زمین باقی یا مزروعه ارزون قیمت بخری و بعد توش ساخت و ساز کنی، تغییر کاربری بدی و بعد اون رو با ارزش افزوده مواجه کنی، این ویدیو به دردت میخوره. به قانون شما برای تغییر کاربری باید از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مجوز دریافت بکنی. اما اگر مجوز به شما ندن یا شما اصلا برای دریافت مجوز اقدام نکنی، در این صورت با چالش بزرگی به نام جهاد کشاورزی مواجه میشی. تو این مسئله دو حالت به وجود میاد. اگر شما در حال ساخت باشی، مأمور جهاد کشاورزی میتونه از ادامه تغییر کاربری شما جلوگیری کنه، حتی بدون مراجعه به دادگاه میتونه با بولدزر بیاد و قلع و قم کنه بنای احداثی شما رو. اما اگر تغییر کاربری شما تموم شده باشه، اینجا مأمور جهاد کشاورزی باید به دادگاه مراجعه کنه و از شما اعلام جرم کنه و دادگاه هم قاعدتا شما رو به جریمه نقدی و قلع و قم بنا محکوم میکنه. نکته کار اینجاست، اگر مأمورین جهاد کشاورزی متوجه این تغییر کاربری نشده باشن و 3 سال از زمان تغییر کاربری شما گذشته باشه، در این صورت مرور زمان کیفری شامل حال پرونده شما میشه و حکم نه به جریمه شما صادر میشه و نه به قلع و قمع بنای احداثی.